سلام دوستان، امروز میخوایم به زندگیمون از یه دید دیگه‌ای نگاه کنیم. از این طریق که ما اگر بتونیم روی داشته هامون تمرکز کنیم و از اونها لذت ببریم، میتونیم از این طریق راه رو برای ورود نداشته ها و تمام اهدافمون باز کنیم. اگر ویدیو قبلیمون رو نگاه کرده باشید با عنوان کنترل ذهن، دقیقا متوجه میشید که اونجا گفتیم که اگر ما با من ذهنیمون بخوایم پیش بریم و من الهی نداشته باشیم، تمام دارایی ها، امکانات از لحاظ مالی، تحصیلات، جایگاه‌های اجتماعی و همه مواردی که فکر میکنیم در ظاهر خوب است، اگر وارد زندگیمون بشه یه جایی متوجه میشیم که همه این داشته هامون رو نمیتونیم ازشون لذت کامل ببریم و برعکس یه جاهایی از همه اون داشته ها و دارایی ها نه تنها لذت نمیبریم بلکه باعث رنج های فراوانی هم در زندگیمون میشه. چرا این دارایی ها و ثروت ها و داشته ها در عوض اینکه باعث لذت و آرامش ما بشه، توی خیلی از موارد باعث رنج ما میشه؟ امروز میخوایم با هم دیگه فقط 10 دقیقه بدون هدف روش فوق‌العاده‌ای که فیلسوفان جهان برای شاد زیستن و لذت بردن پیشنهاد کردن و خودشون در عمل اجرا کردن رو ما هم اجرا کنیم. خب پس ما هم دیگه تست کنیم. 10 دقیقه بدون هدف روی داشته هامون تمرکز کنیم، روی داشته هامون، روی امکاناتمون فکر کنیم، لذت ببریم و فرکانسمون رو ببریم بالا و بالاتر، راه رو باز کنیم برای ورود اهدافی که از من الهی، از دریچه من الهی برای ما فراخونده شده، نه از در من ذهنیمون. 10 دقیقه بدون هدف به زندگیمون میخوایم نگاه کنیم و به روش فوق‌العاده‌ای بپردازیم که فیلسوفان بزرگ ازش برای زندگی خوب و شاد بهره برداری کردن. بله، هنر بی هدف زیستن. چرا هرچی بی خیال تر باشیم سریعتر به خواسته هامون میرسیم؟ تا حالا شده بعد از کلی چرخیدن توی این اینستاگرام احساس کنی که یه چیزی کم داری و انگار همه دارن بهتر از ما زندگی میکنن و یه جورایی ما از زندگی عقب موندیم؟ تو داری میبینی بقیه بیشتر سفر میرن، لباسای شیکتری میپوشن، موفقترن و کلی داستان دیگه و خلاصه همه دارن تو آرزوهای تو زندگی میکنن، ولی خودت نه. این داستان تو نیست. خبر خوب اینه که این داستان همه ماست. دنیای امروز ما طوری طراحی شده که همه در حال مقایسه باشن و فکر کنیم چیزی که هستیم یا داریم کافی نیست. هر جا نگاه میکنیم همه دنبال کامل شدن هستن و میخوان بهترین باشن. شبکه‌های اجتماعی کاری باهات میکنن که همیشه و هر ثانیه از اون شرایطی که داری ناراضی تر باشی. باعث میشن فکر کنی اصلا کافی نیستی. اونجاست که جان پل سارتر میگه که آنقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده میکند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم. و این ذات آدمی زاد است. انگار دیگه یه مدرک دکترا گرفتن کافی نیست و علاوه بر دکترا باید یه بدن عالی، یه ازدواج خوب، یه اکیپ دوستای باحال، سفرهای خارجی و کلی چیزای دیگه داشته باشیم. اما سوال اینه که آیا اینا واقعا لازمن همشون؟ امروز قراره به یک هنر بزرگ اشاره کنیم، هنری که حتی به زبون آوردنش هم یه جورایی سمه و مثل کفرگویی توی عصر باستانه. بله، دقیقاً درست متوجه شدید، هنر بی هدف زیستن. همونطور که به این مسئله اشاره کردیم، فیلسوف‌های بزرگی از زمانهای قدیم به ما هشدار دادن که این دویدن بی پایان برای بیشتر داشتن هیچ وقت قرار نیست ما رو خوشحال کنه. مثلا شوپنهاور میگفت زندگی انسان به نوعی شبیه پاندول است که میان رنج و کسالت در نوسانه
منظورش این بود که ما همواره در حال رنج کشیدن از چیزی که نداریم هستیم، یا اگر هم بهش برسیم دچار کسالت میشیم و باز هم دنبال چیزهای جدیدتر میگردیم. البته ما منظورمون اینجا این نیست که سکون داشته باشیم، واقعا سکون باعث عدم پیشرفت ما باشه. نه، منظور این که ما وقتی دارایی ها و مواردی که دور و برمون هست و میتونیم ازشون لذت ببریم رو قدرش رو بدونیم، ببینیمشون، ازشون لذت ببریم، ازشون استفاده کنیم، باعث میشه شاد بشیم، پر انرژی باشیم و احساس نامطلوبیت و احساس کمبود نکنیم. این خود شاد بودن، احساس خوب داشتن انگیزه ایجاد میکنه و خود این دارای فرکانس میشه و فرکانس ما رو میبره بالاتر. خب راز ورود اهداف مثبت، اهداف درست به زندگی ما همینه. ما وقتی پر انگیزه و شاد باشیم و فرکانسمون بره بالاتر، راه رو باز میکنیم برای ورود اهداف بزرگ. یعنی در واقع یک سکوی پرش میشه برای ما. ولی اگر بخوایم طبق روال معمول عمل کنیم و همیشه دارایی ها و قدرت هامون رو هم ببینیم و ازشون لذت نبریم و شاد نباشیم و ازشون استفاده نکنیم، هیچ وقت، چون فرکانسمون میاد پایین، هیچ وقت این قدرت رو نداریم که این پرش رو انجام بدیم و فقط میریم توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دور میزنیم و موفقیت بقیه رو میبینیم و خودمون رو سرکوب تر میکنیم و این باعث میشه فرکانسمون بیاد پایین. یعنی ما میخواستیم به این برسیم که وقتی از دارایی هامون، امکاناتمون لذت نبریم، نبینیم، استفاده نکنیم، خودمون رو کوچیک ببینیم، همیشه ضعیف میمونیم و هیچ سکوی پرشی نداریم برای پریدن و فقط موفقیت های بقیه رو نظاره میکنیم. هیچ وقت انرژی نداریم استارت بزنیم، بلند شیم، بپریم. هیچ وقت فقط داریم بهش فکر میکنیم، فکر و در نهایت فکر بدون عمل، و این یعنی سکون، توقف و فرکانس پایین. شبکه‌های اجتماعی این سیکل رو کاملا و دقیقاً تقویت میکنن و ما رو همیشه حسرت به دل نگه میدارن تا این احساس بیشتر خواستن بتونه مارکتشون رو فعال کنه. ژان پل معتقد بود که ما به عنوان انسان آزادی کامل داریم تا تصمیم بگیریم که چه کسی باشیم و چه زندگی رو انتخاب کنیم. این یعنی هیچ کس و هیچ چیزی، حتی رسانه ها یا فرهنگ های عمومی، نباید برای ما تعیین تکلیف کنن که چه کسی باشیم و چگونه عمل کنیم. سارتر معتقد بود که آدم ها در دنیایی زندگی میکنن که ذاتاً بی‌معناست و این خود ما هستیم که به زندگیمون معنا میدیم. و به زبان ساده تر، اگر واقعاً دوست دارید که زندگیتون رو ساده و بدون هدفهای پیچیده پیش ببرید و از لحظه به لحظه زندگیتون لذت ببرید، این حق شماست و هیچ ایرادی نداره. مارک لیری، یکی از روانشناسان برجسته تو این زمینه، نظریه‌ای داره که بهش میگه خودپنداری اجتماعی. این نظریه میگه که یکی از اساسی ترین نیازهای روانی ما اینه که خودمون رو در مقایسه با دیگران ارزیابی میکنیم و رسانه ها هم این روند رو به شدت تشدید میکنن. وقتی دائم داریم زندگی خودمون رو با تصاویر دستکاری شده و غیر واقعی دیگران مقایسه میکنیم، احساس ناکافی بودن درون ما قطعا رشد میکنه. تحقیقات نشون داده افرادی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن بیشتر دچار آسیب روانی میشن، چون این افراد دائما چیزهای مثبت و رنگ و لعابدار زندگیشون رو به اشتراک میذارن و ما هم ناخودآگاه فکر میکنیم اونها همیشه خوشبختند و احساس بدبختی بیشتر سراغمون میاد. اینجاست که باید هنر بیخیال زیستن رو فعال کنیم. با فعال کردن این هنر بیشتر در آرامش هستیم
متاسفانه از کودکی طوری با ما رفتار کردن که تا زمانی که دستاورد یا یه کار مفیدی انجام ندادیم جزء آدم‌های بد محسوب میشه و این تو ضمیر ناخودآگاه ما ثبت شده و در سنین بزرگسالی هم فکر میکنیم با داشتن دستاورد خوشبخت میشیم. تبلیغات تلویزیونی یا پست‌های اینستاگرام دائما به ما نشون میدن که خوشبختی یعنی خریدن فلان محصول یا به دست آوردن فلان مقام. این تبلیغات باعث میشه که فکر کنیم اصلاً کافی نیستیم و باید حتما یه لباس یا یک ماشین یا یک خونه خفنی داشته باشیم تا خوشبخت بشیم. حتی روانشناسا میگن این نوع پیام‌ها یه جور سوگیری شناختی به وجود میاره که باعث میشه ما به جای تمرکز روی چیزهایی که داریم فقط به کمبودها و چیزهایی که نداریم فکر کنیم. و خبر بد این که چیزهایی که نداریم از چیزهایی که داریم خیلی خیلی بیشتره. پس ما مجبوریم همیشه تا آخر عمرمون دنبال نداشته هامون بگردیم و این چرخه باطل رو مدام تکرار کنیم. نداشته هایی که هیچ وقت تموم نمیشن. حالا یه سوال، تا حالا چقدر شده که با دیدن تبلیغات خفن توی فضای مجازی احساس خوبی داشته باشید و همون روز بخواید دست به تغییر زندگیتون بزنید؟ مسئله اینجاست که وقتی از فضای مجازی استفاده میکنیم مغز ما دوپامین تولید میکنه و چون این لذت سریع و بدون زحمت به دست میاد مغز اون عادت میکنه و دیگه حوصله کارهایی که انرژی و زمان زیادی بخواد رو نداره و در آخر انسان پرونده‌ای ناتمام است و هیچ وقت اشتیاق‌هایش ارضا نمی‌شود. شما اگر 400 سال هم عمر کنید باز کاری هست که نکردید و یا جایی هست که نرفتید و یا چیزی هست که تجربه نکردید و یا حرفی هست که نزدید. پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم تو این دنیا هنر بی هدف زیستن میتونه کیفیت حال حاضر زندگیمونو ببره بالاتر، در صورتی که رسانه‌های اجتماعی هم تأکیدی به کمیت دارن. و حرف آخر و حرف کلی، سعی کنیم از تک تک لحظه‌مون استفاده کنیم و توی لحظه حالمون زندگی کنیم. نه آینده بهمون کمک میکنه و نه گذشته، فقط تو لحظه زندگی کنیم. ممنونم از همتون.